یو گایز چطوره بچه؟ خیلی خوش اومدید به یوتیوب من. امروز اومدیم با یه چالش واقعا احمقانه که من تا حالا ندیدم کسی. امروز اومدیم با بیا 12 سال بعد تو اینجا بمونیم. خب بریم مراحل آماده سازی که همه چیو ببریم تو. برو بریم. خب اول چیزی که باید ببریم تو چیه؟ بالشت و پتوشونی که امشب قراره تو اونجا بخوابیم. میز ببریم لپتاپ بزنیم روش. بیاید تو. آزوغه بیاید تو. خب یه سطل آشغالی هم داریم. دور قطعه رنگارنگ. آب شیکه کرد. چیپس که سرشو علی خان برده. از اون آب من خیلی دشتن میشه. از اون دو آب آوردم. بریم. کجا داری میگیری تو؟ بریم. خب گایز اینم از ستاپی که توی حموم درست کردیم. نگاه کنید نوری که میده. Oh my god! Wow! این هم رانی جذاب. اوکی. این هم رینگ لایت و این هم لپتاپ. بیاید من ازت ببینم تو کامرا. الان وضعیت من در این بالا هم که این داستانه همینم شیر همومو و اینکه وضعیت ما اینطوریه. اینم بودش بعد تو با اون شروند فیلم میگیرم که رو سقف چشی میندازم. اینم هولای جذاب و اینکه بریم تو بچه انقدر گرم بود لباسم عوض کردم اینو پوشیدم و اینکه بریم ببینیم. تا الان هم ساعت 1:05 است و فردا ظهر ساعت 1:05 باید اینجا باشیم. برو بریم. خب گایز داریم شبای مافیا میبینیم. به بچه اون ویدیویی که دیشب دیدید دارم حجمشو کم میکنم. اینکه ویدیو بالی شد. اینکه کار رو بگیر، نور رو بگیر، خدا وکیلی نور رو بگیر. پسرشا باشه با رانی باشه. رانی رو بده ببینیم. یه سلامتی بهترم. عرق خور نبود ولی واسه اون عرق ریخ. سلامتی. باعث شدید بچه ها. من علی هم داداش امیر الان تو چالشه. ساعتم 3:05 است و من گفتم اگه میخواد بیدامونه یه قهوه و رنگ براش ببینیم ریاکشنش چیه. Let's go. بریم.
کلی گل ماوز نوکرتم قهوه ارز نوکرتم سونا سلام چرا قد تلخه دلس دله تا صبح خوابمون نمیبره ماچ به کله هاتون الان ساعت 3:05 صبح فالو سابسکرایب رو نمیدونم رنگول همه رو بهتری کنید دیگه اینم به سلامتی خودتون. خب دوستان عزیز در حال آپلود کردن ویدیو دوستان میبینید ویدیو آپلود میشه به سختی آپلود میشه واقعا تا ساعت اصلا 1 باید بیدار بمونیم که یه ویدیو رو آپلود کنیم و کار سخته. برعکس خوابم نبرد نشستم لایو آقای فرهاد ایکس ری داره وارزون میزنه. خب ساعت 4 صبح من نخوابیدم اینجا همه خوابن به خاطر همین آروم حرف میزنم و اینکه همه چی هم خوردم تمام شد چیپس اینا تمام شد و اینکه ببینم میتونم بخوابم یا نه. خیلی دوستتون دارم. ماچ به کلهاتون. دوستان عزیز الان ساعت نزدیک 5 و من هر روز خوابم نبرده چون هنوز لایو فرهاد رو میدیدم نمیدونم کمرم درد میکنه کمرم داره میترکه پاهام جمعه اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم وضعیت ماست شیر آب باز شد نصفه شوردگم خیسه الان خواهم ببره این موقع خواب اینو روشن کردم این چه چیزیه کارو بگیر چیز خفنیه باله سقف خوب مجدد من خوابیدم ساعت الان به زور خوابیدم زمان داره میترکه ساعت 10:15 من حال ادامه دادن ندارم صادقانه یعنی به زور دارم ادامه میدم هر جای این ماجرا استاپ بشه من دیگه راضی واقعا نمیتونم تحمل کنم ولی باید تحمل کنم برم گروهتون بخوابم زهر مار خب گایز من واقعا دیگه نتونستم این 2 ساعت آخر ساعت 11:05 وای هوای تازه وای دهنم سرویس شده و اینکه ببخشید دیگه نتونستم 11:05 است الان دستشویی هم دارم میمیرم دستشویی دارم و اینکه لایک کامنت صافو بتره کنید دیگه من دهنم صاف شد دهنم واقعا صاف شد توی یه ذره جای من نگاه کنید الان
اینقدر جا خیلی سخت و شبیه قبر بود. دهنم صاف شد. لکن صاف بهتره کنید دیگه. من نمیدونم بهتره کنید، همه چی رو بهتره کنید و اینکه ببینم چی میشه اگر این ویدیو بازه خوب داشته باشه. حتما ویدیو 12 ساعت بیشتر میریم و اینکه تا ویدیو جذاب بعدی صدام در نمیاد. وای برم ببینم میتونم بخوام. دیشه اصلا نتونستم خوب بخوام. تا ویدیو جذاب بعدی بدرود. Is sitting under my tree. I think that my Christmas has died.